پس امروز وقتی شوهرای ما ایدر میگیرن باید ما چهره کشاده داشته باشیم، باید ما تازه باشیم، باید ما خوشبویی داشته باشیم که وقتی شوهرای ما امروزها در همین کوچه های ما چرخ میزنن، خصوصا در مرشدگاه میشنن تمام نمودی همین سینه های زنها تماشا میکنن، تمام نمود شد. هم مرشدگاه یک بار ای سنشین تا او سنش رو هم خزنی میدروید دختره و زنکه و چی خیلی باشه به حضر تماشا میکنی خم نشیده. اگر خم شید تانافاش میبینید. پس اگر زن که زینت داشته باشه، زیبایی داشته باشه، خوشبویی داشته باشه، همون مرد همون زنها دید چشمش میکنه میگه این زیباتر در خانه دارم. وقتی که شوهرایی که زن میگیرن مقابل نشان میکنن با زنهای خود، من فکر میکنم اول گناهگار ما زنها خودمون هستیم. اگر ما نسبت به شوهر مهربان باشیم، اگر ما نسبت به شوهر پاکیزه باشیم، خودمون احتیاط کنیم از تمام مثال دیگر و دیگر کارها، الحمدلله شوهر ما را انشاءالله که حرمت میکنه. وقتی که بیچاره شوهر در جگه یک بار دست دراز میکنه به همو بوی عرق و به همو بوی گاو و مال و دیگر با بیچاره چند بار اوس خورا خودم بفره. دیگه چقدر ما زنها مقابل نشان میکنیم که میگه پروردگار که اگر زنی که شوهر خود با رفتار خوب با بازی‌های عاشقانه میگه، شب میگه او دعوت او را میگه قبول کنه، او را رضا کنه، میگه تمام پرنده ها در آسمان، تمام ماهیا در دریا، تمام مخلوقات روی زمین میگه رحمت میفرستن بر همین زن تا صبح. اگر مبادا میگه در همین شب همین زن عمرش باقی نباشه و از دنیا گذره، الله او را جنتی میکنه. وای بر حال زنی که همون شب دعوت شوهرش رد کرد و تا صبح او شوهر خودش میدونه چگونه خواب میشود و تمام همین ماهیا و پرنده ها و مخلوقات روی زمین و هم آسمان میگه برای همین زن لعنت میفرستن. نعوذ بالله. اگر مبادا همون زن همون شب دنیا گذاره، نعوذ بالله او دوزخ میشه. پس خواهران مادران، دقیقه کار این یگان میگه که در حقیقت کردن حال از خدا شرم دار، شرم دار. چیزی که الحمدلله از شریعت به ما و شما آمده رسید ایجای شرم داشتن. آنی که میگه وقتی که حضرت رابعه میگه سوال کردن که برای چی شوهر نمیکنی و توی قدر یک زنی با تقوا هستی و سه عالمی که میگه نزد شما گفتن که بیا که شوهر ده برو، تو خود میدانی که الله میگه بهترین زن همون زنی هست شوهر داره، بهترین مرد همون مرد هست زن داره، پس بیا که به شوهر برو. میگه سه سوال میکنیم، اگر در سوالام جواب که یکی از شما انتخاب میکنیم. و میگه عالما که قدر عالمی همون زمانه بودن فکر کردن که در سوالای حضرت رابعه پاسخ گفته میتونن و گفتن که بگذار